داداش سلام، خسته نباشی. میگم این ماشین ما آماده نشد؟ نه داداش یه ساعتیتمون. اوکی داداش، پس ما هم اینجا میشینیم. باش بشین. عرفان قیافه میخوره از این بچه پولدارا باشه. چند بهش گفتی؟ 15 میشد گفتم 17. کمه. این 20 هم بگی میده. یعنی میگی 4 تایی بکنم تو کار؟ نه داداش، چرا؟ 5 تایی میکنیم تو کار. ای پسر، حسابت میشه 23 و 500. شوخی میکنی؟ شما که گفتی 17 تومن. آقای ماشین همه جاش خراب بوده، کلی وسیله گرفتم. تو ما فاکتوراش هم از بد میدم. حالا دی دعبه در میکنی؟ نه دعبه در نمیکنم. آب بانکر مغازه کناری است. برو کارت کن بیا. الو مامان، من شماره کارتو برات فرستادم. فقط جای 17 تومن 23 تومن بزن، یه شیشه هم میمونه، من بعداً بهت میدم. ای مرام تو قربون. خدافظ. دستم علی رضا، دستم خود چه کمر علی رضا بیا. دستم علی رضا. داداش خوبی؟ واریز شد، اینم کارتتون. من صداتون رو شنیدم. میدونی پول حروم میشه خرج دوا درمون. کاش یاد بگیریم تو پاچه هم دیگه نکنم. Hangi rüzgar attı? Nereden esti?